بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد می‌فرماید که در بیان ذکر بعض از احادیث صفات و من سنتی قول نبی صلی الله علیه و سلم، ابن قدامه می‌فرماید که از سنت سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلة الى سماء دنیا، پروردگارمان هر شب به آسمان دنیا فرود میآید. پروردگارمان هر شب به آسمان دنیا فرود میآید. و ابن قیم در کتاب اجتماع الجیوش فرمودند که و فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله از توبه بنده اش شاد می شود. الله از توبه بنده اش شاد و خرسند می شود. و صفت دهم این نزول است. صفت دهمی که در این کتاب ذکر شده است این نزول است. نزول فرود آمدن، یعنی نزول الله، فرود آمدن الله به آسمان دنیا از صفت‌هایی است که با سنت و اجماع صحابگان ثابت شده است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ینزل ربنا الی السماء دنیا حین یبقى ثلث اللیل آخر، ربمون پروردگارمون هر شب وقتی که سه یک قسم آخر شب باقی میماند به آسمان دنیا فرود می آید. فیقول و میگوید، چی میگوید؟ من یدعونی فاستجیب له، کیست که مرا دعا کند تا دعای او را اجابت کنم؟ کیست که من را بخواند از من دعا طلب کند تا دعای او را اجابت کنم؟ این حدیث در صحیح بخاری در کتاب تهجد باب درباره یا که در بیان دعا و نماز تا آخر شب آمده است. حدیث تحت رقم 1145. و در صحیح مسلم در کتاب نماز مسافر ذکر شده است از حدیث ابی هریره رضی الله عنه و همچنین حدیث ابی سعید خدری. پس سلف صالح درباره واقعیت نازل شدن الله، فرود آمدن الله اتفاق نظر دارند. بنابراین این صفت نازل شدن الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا چگونه که حدیث را خواندیم اثبات شده است، باید اثبات نماییم بدون هر گونه تحریف، بدون هر گونه تعویل، بدون هر گونه تکییف و تمثیل. نزول واقعی، فرود آمدن واقعی، آنچه که موافق و لایق مقام او سبحانه و تعالی است. اما اهل تعطیل میگویند که نزول از نزول امر اوست، میگویند نزول امر اوست، یا رحمت است، یا ملائکه که فرمان او را می‌آورد اجرا می‌کند است. ولی این تفسیرهای نادرست هستند، چون این تفسیرها مخالف گفته سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر منظور در جا امر یا که رحمت چگونه که اهل تعطیل میگویند یا که ملائکه هست، اگر این میبود و گفته اینها اگر این میبود و نزول نمیتوانست با چنین کلمات که پیامبر گفتند که کی ما را دعا میکند تا دعای آنها را اجابت بکنیم، من یدعونی فاستجیب له، کی دعا میکند تا دعای او را اجابت نماییم. و فرموده است که یعجب ربک من الشاب لیس له صبوه، پروردگار تو از جوانی که هوس‌های جوانی را ترک میکند تعجب میکند. هوس‌های جوانی را ترک میکند تعجب میکند. این حدیث را امام احمد و ابو یعلا در روایت ابن لحیه نقل کرده است. و حسیمی گفته است که سلسله زنجیر این روایت ها حسن خوب هستند. وقتی که ما صفت نزول الله سبحانه و تعالی را با این حدیثی که از رسول الله ثابت شده از وقت این حدیث رو که در صحیح بخاری و مسلم روایت از وقت ما این رو فهمیدیم درک نمودیم دیگه یگام جای اشکالش نیست، دیگر هیچ گونه تعویلی باید در نزد انسان صاحب عقل صاحب معرفت پذیرفته نشود، چون سرور دو جهان این رو گفته است و رسول الله نمیگوید چیزی رو از هوا و هوس خود. وحی الهی از سخن او صلی الله علیه و سلم. و سپس صفت 11 العجب، یعنی حیرانی. یعجب ربک، پروردگار تو جوانی که هوس‌های جوانی را ترک میکند تعجب میکند. حیرانی، تعجب، این صفت از صفات الله لایق شایسته او سبحانه و تعالی است. حیرانی، تعجبی از صفت است که برای الله سبحانه و تعالی در قرآن و سنت پیامبر ثابت شده است و اجماع علماها ثابت می شود. بلکه الله سبحانه و تعالی در سوره صاد آیت 5 می فرماید که بل عجبت
و یسخرون، بلکه تو حیران شدی و آنها مسخره میکنند. این آیت نشان میدهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از کفر آنها تعجب میکرد، از عناد و سرکشی آنها تعجب میکرد، اما آنها با سخنان حق مسخره میکردند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: یعجب ربک من الشاب لیس له صبوه، پروردگارت از جوانی که هیچ گونه میل و گرایش به گناه ندارد تعجب میکند. جوان است، هر کار را انجام داده میتواند، ولیکن از به این میل ندارد، به این میل نمیکند. این حدیث امام احمد در مسند روایت کرده است از عقبه ابن عمیر با سند مرفوع که سند که به رسول الله میرسد. و اینجا سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم لیس له صبوه، یعنی که هیچ میل به سوی گناه ندارد تعجب میکند الله سبحانه و تعالی، اشاره به جوان است. گوش بدهید خواهران و برادران، اشاره به جوان است که در سن جوانی قرار دارد، با وجود میل و خواهشش و هوا و احساسات طبیعیش از گناه خود را خودداری میکند، برای حق قدم میزند، نوبسته از میل و خواهش، از احساساتش، همه این رو یک طرف گذاشته و سوی حق قدم میزند. و در سند که این حدیث از ابن لحیه ذکر شده است، در بین محدثین بعضی از راویان گفتند که با ضعیف بودن اشاره می شود. این حدیث از روایت ابن لحیه، از این رو باید در صحیح حدیث احتیاط شود، احتیاط کنیم، گرچه که مضمون این حدیث تعلیم با تعلیمات اسلامی موافق است، صحیح است. یعنی و صحابگان کرام رضی الله عنهم همگان در تعیین نمودن، اثبات نمودن صفات حیرانی الله سبحانه و تعالی اتفاق کرده بودند. برای همین لازم است برای ما و شما این که صفات الله را، این صفات الله سبحانه و صفات حیرانی را بدون تحریف، بدون تعطیل، بدون تحریف، بدون تمثیل، مثال زدن، منان کردن قبول کنیم، بپذیریم. این حیرانی واقعی است و موافق شأن و بزرگی الله سبحانه و تعالی است. یعنی که در اینجا ما در بیان صفات عجب، تعجب کردن الله، حیران شدن الله سبحانه و تعالی، الله هم حیران می شود در بعضی مسائل از بندگانش. اما تفسیر اهل تعطیل رد کنندگان صفات الله سبحانه و تعالی هستند. اهل تعطیل گروه از عالمان که صفاتهای الله را از معنای ظاهری رد میکنند، از مردم عجب، حیرانی پاسخ دادن علما بر این کسانی که تفسیر کردن این را به سوی بی‌عدالتی. اما مؤلف ابن قدامه این تفسیر آنها را رد میکند، چون یک گروه از علما شاید این را تفسیر کرده باشند به معنای مخالف ظاهرش. برای همین ابن قدامه این را تفسیر میکند، به آنها رد میکند سخنی کسانی که این را تفسیر کردن و با تعطیل کردن این را تغییر دادن. بر همون قاعده چهارم که ما در درس دوم که اول گرفته بودیم. پس نوعهای تعجب کردن، نوع اول از تعجب که از ندانستن سببها به پیش می آید، از نادانی به پیش می آید. یعنی که این نوع معنای آن را دارد که یک شخص از سبب نادانی، نادرست فهمیدن واقعه ها یا از نامعین بودن تعجب می کند به کاری، به چیزی. انا همین نوع تعجب برای الله سبحانه و تعالی ناممکن است، زیرا الله سبحانه و تعالی به همه چیزها دانا است و هیچ چیز از دانش الله سبحانه و تعالی و از حکمت او پنهان نیست. اما نوع دومی از تعجب کردن، تعجبی که از مشاهده چیز برمی آید، از دیدن چیز برمی آید که از دیگر حالات فرق می کند یا برخلاف انتظار است، انتظار شدن و چیزی در حالی که شخص از آن آگاه است. علاوه بر این تعجب میکنه در این فعل، چون قول الله را خواندیم پیامبر صلی الله علیه و در تعجب کرد در چیز، در اسلام آوردن آنها در حالی که حق آمده است. و این نوع تعجب به الله ثابت است، زیرا این به دانش و حکمت او سبحانه و تعالی برمیگردد، نشان دهنده فضل و حکمت او سبحانه و تعالی است. پس الله سبحانه و تعالی تعجب را به معنای انسانیش بگیریم ندارد. آن تعجبی که انسان دارد مانند حیرانی یا که نادانی، با مانند نادانی گرفتن که انسان از روی نادانی چیزی را تعجب میکند و از کار است، این از الله چه بوده است؟ ممتنع است، ناممکن است. بلکه تعجب الله سبحانه و تعالی معنای بزرگی حادثه را نشان میدهد، اشاره بر مهم بودن آن مسئله، آن چیز، و این با دانش و حکمت او سبحانه و تعالی مطابق است. و شیخ میفرماید که این شرح در صفت ضاحک، یعنی که خندیدن الله سبحانه و تعالی که نسبت الله سبحانه و تعالی داخل دارد، که از روی سنت و اجماع سلف ثابت شده است، بیان می شود. و شرح حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که یضحک الله علی رجلین یقتل احدهما الاخر، الله متعال با دو مرد میخندد، با دو مرد میخندد، یکی
یعنی خوشنود میشود الله سبحانه و تعالی، بر آنها میخندد. برای چی؟ که یکی از آنها دیگری رو میکشد، یکی از آنها دیگر رو میکشد. یدخلن الجنه ولکن هر دوی آنها داخل بهشت میشوند. الله میخندد، یعنی خوشنود میشود. یکی دیگر رو به قتل میرساند که بالاخره چیز هر دو داخل بهشت میشوند. یعنی منظور در اینجا رسول الله اون شهر داگه است، میگه یقاتل هذا فی سبیل الله، یعنی یکی از این در راه الله سبحانه و تعالی میجنگد و این که در راه الله جنگید کشته میشود. آن کسی که این را کشت وی کافر بود، فهمو؟ این کشته شده در راه الله شهید میشود، داخل بهشت میشود. سپس آن کسی که این را کشت وی را الله سبحانه و تعالی به اسلام هدایت میکند و اسلام میورد و توبه میکند و از این کاری کردهش اسلام میپذیرد و سپس در راه الله میجنگد و این هم چیز شهید میشود. که این حدیث رو بخاری در کتاب جهاد در باب کافر مسلمان رو میکشد و سپس توبه میکند و شهید میشود ذکر کرده است تحت رقم 2826 و مسلم هم در باب امارت در باب تفسیر دو مردی که یکی دیگر رو میکشد و هر داخل بیش میشوند ذکر کرده است این حدیث رو، که یکی از آنها در راه الله میجنگد و کشته میشود، شهید میشود. بعد از آن الله به قاتل به این کشنده توفیق میدهد، توفیق توبه کردن رو و اسلام رو میپذیرد و در راه الله سبحانه و تعالی شهید میشود و از دنیا میگذرد. پس صفت ضحک یعنی خندیدن ثابت است در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. صفت خندیدن الله سبحانه و تعالی با سندهای صحیح ثابت شده است. این صفت حقیقی است که به الله سبحانه و تعالی لایق است و نباید این صفت الله صفت خندیدن ضاحک الله سبحانه و تعالی تشبیه شود، قیاس کرده شود به مخلوقات، یا که تعطیل رد کرده شود یا تعویل دیگرگون کرده شود. نباید این گونه قبول گردد. پس معنای ضاحک خندیدن برای الله سبحانه و تعالی حقیقی است، اما معنای خندیدن الله سبحانه و تعالی چگونگی آن با ذات الله سبحانه و تعالی موافق است و با خندیدن انسان یا مخلوقات به هیچ گونه شباهت ندارد. و صفت خندیدن این نشان دهنده رضایت است و رحمت و احترام الله سبحانه و تعالی به بعض از اعمال و بعض از حالات هاست. فهمو؟ پس بیان تفسیر این حدیث خندیدن الله سبحانه و تعالی نشانه رضایت و رحمت اوست که در این مورد به فضیلت بزرگی توبه و شهادت اشاره میکند. توبه بنده و شهادت او اشاره می‌نماید و این چنین این خندیدن الله سبحانه و تعالی حکمت کامل الله را نشان می‌دهد که چگونه شخص میتواند پس از گناه بخشیده شود و همچنین علاوه بر بخشیدن به درجه بلند هم برسد. این قسمت نشان می‌دهد که انسان هیچگاه از رحمت الله ناامید نباشد، همیشه به سوی الله توبه کننده باشد هر عملی را که انجام داده باشد. اما در مورد صفت خندیدن الله سبحانه و تعالی اجماع سلف صالح اهل سنت و الجماعت بر آن اتفاق دارند که خندیدن یکی از صفات‌های الله است و آن را باید بدون تحریف دیگرگون کردن معنا یا لفظ قبول کنیم و بدون تعطیل بدون انکار کردن این صفات قبول نماییم و بدون تشبیه مانند کردن با مخلوقات این را چکار نماییم و اثبات نماییم و بدون تکییف بدون تفسیر چگونگی صفت بپذیریم. هر صفات را ما باید انا همین گونه قاعده قد بپذیریم و قبول نماییم. و هر کسی را دیدیم که اگر که صفات الله را تفسیر می نماید و تعطیل می کند یا که تشبیه می کند، انکار میکند، مانند میکند، هر چیز بدون که از اهل ضلالت است. اما تفسیر اهل تعطیل باشد، اون تعطیل کی است؟ انکار کنندگان صفات. گروه از اهل تعطیل آنهایی که صفاتهای الله را انکار میکنند یا معنای ظاهری آن را رد میکنند یا تغییر میدهند، صفت خندیدن رو به معنای ثواب دادن میگوید یا پاداش تعویل داده میکنند، به معنای ثواب که پاداش دادن تعویل میکنند. اما این تفسیر به ظاهری متن مخالفت دارد، چون که این تعویلی که آنها مینمایند مخالف ظاهری قول پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام و اجماع علما است. چون در قاعده چهارم این رو ما بیان کرده بودیم، شرح داده بودیم. اما رد به اهل تعطیل چگونه ما بر آنها رد مینماییم؟ برای این تعویلشون معنای ضاحک خندیدن باید بدون تعویل و موافق ظاهر آن قبول کرده شود. برای چی؟ چون متن‌های شرعی یعنی قرآن و سنت آن را به معنای خاص و ظاهری آن بیان کرده است. به معنای ظاهری می‌آورد. یضحکو می‌خندد گفته است و سلف این معنای ظاهری قرآن و سنت را تعویل نکردند، با اعتقاد کامل آن را پذیرفتند، قبول کردند. پس خلاصه صفت خندیدن برای الله ثابت است و آن را با تمام کمال و احترام با شکوه و بزرگی الله بپذیریم. پس این صفت معنای
صفاتهای خاصی دارد که به الله لایق است و از هر گونه نقصان و شباهت به مخلوقان پاک است. از هر گونه تعویل که معنای اصلی را دیگر میکند از اصول اهل سنت میبارد اگر انسان تعویل تغییر کرد. از هر گونه تعویل که معنای اصلی آیات صفات و احادیث صفات را دور میکند یا که رد میکند از اصول اهل سنت این شخص دور است. اما سپس در اینجا مسئله دیگری از صفات الله سبحانه و تعالی که مسئله به نهایت مهم است ذکر می نماید، مسئله صفات ثابت بودن استوای الله، ثابت بودن استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش. این قسمت رو خیلی جدی اهمیت بدهید. میفرماید ابن قدامه رحمه الله تعالی: فهذا ما اشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نؤوله بتعویل یخالف ظاهره ولا جو ترجمه کنیم. پس میگه این حادثه که استوای الله و مانند آن از آن چیزهایی که سند آن صحیح و روایتش عادلند و ما بر آن ایمان داریم و آن را رد نمی کنیم و انکار هم نمی کنیم و تعویل هم نمی کنیم، با تعویلی که با ظاهر آن مخالف باشد. ابن قدامه را ببینید، با تعویلی که با ظاهر آن مخالف باشد و آن را با صفاتهای مخلوقات هم مانند نمی کنیم. میگوید ولا نشبهه بصفات المخلوقین ولا بصفات المحدثین، و همچنین ما آن را با صفاتهای مخلوقات مانند نمی سازیم و نه از نشانه های آفریده های نوپیداها، نه همچنین از این کسانی که نوپیدا بدعت ها میکنند. و میفرماید که و نعلم ان الله سبحانه و تعالی لا شبیه له ولا نظیر. خوب گوش دهید. و ما میدونیم که الله سبحانه و تعالی هیچ مانند و همتای ندارد. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بیناست. سوره شورا آیت 11. و میفرماید که هیچ چیز در ذهن تصور شود یا در خاطر آید الله برخلاف آن است. هر چیزی که در ذهن انسان تصور میکند یا در خاطرش میگذرد الله برخلاف آن چیز است. و از جمله این قولا الرحمن علی العرش استوى، الله بر عرش استوا کرده. سوره طه آیت 5. پس هر چیزی که در ذهن تصور میشود یا به خاطر انسان میآید الله از آن هم کاملتر و منزهتر است. پس در قرآن کریم کلمه استوا برای الله متعال در 7 آیت قرآنی ذکر شده است. از جمله الرحمن علی العرش استوى، رحمان بر عرش استوا کرده، سوره طه آیت 5. اما در سنت باشد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که او را ابو داود و ترمذی و دیگران از محدثین روایت کرده هستند، محدث کسانی که حدیث را روایت می‌نمایند، به بزرگی اش و بالا بودن الله اشاره کردند. گرچند که در این سند حدیث نقصان‌های هست، معنای آن صحیح است، مضمون آن با اصل اعتقاد اهل سنت و جماعت موافق است. اما اجماع سلف باشد، سلف صالح با آن اتفاق دارند که استوای الله بر عرش حقیقی است و باید این استوای الله بر عرش بدون تحریف، دیگرگون کردن معنا، بدون تعطیل، رد کردن این صفت الله که بر عرش استوا دارد، بدون تکییف کیفیت، بدون شرح چگونگی صفتش و بدون تشبیه مانند کردن الله سبحانه و تعالی با مخلوقات، باید بدون همه این پذیرفته شود. پس استوا، صفت استوا حقیقی است، به معنای برتری و استوار بودن را دارد که به ذات الله سبحانه و تعالی لایق و شایسته است. و این معنای استوا نمیتواند به معنای استعلا باشد، چون اهل تعطیل معنای استوا را به معنای استعلا تفسیر میکنن و معنای تعطیل تصرف کردن و غلبه کردن رو دارد، تعویل کردن. چون در زبان عرب معنای استوا به معنای استعلا نمی آید، استوا به هیچ وجه معنای استعلا رو نمی دهد. اگر استعلا فهمیده شود، این معنا می دهد که قبلا عرش زیر تصرفات الله نبود، بعدا الله آمده این را از کسی غلبه کرده گرفت، اعوذ بالله. اگر ما استعلا بگوییم، چون اهل تعطیل استعلا گفتن این را، و این سخن را از سخن کدام شاعر
کافر نصرانی کافر آوردیم باز. پس عرش و کرسی، عرش چی است و کرسی چی است؟ عرش این تخت بزرگی پادشاهی الله است که بالاترین و بزرگترین از مخلوقات الله است و الله سبحانه و تعالی این عرش را در کلامش به صفاتهای عظیم و کریم و مجید وصف کرده است. رب العرش العظیم، رب العرش الکریم. و کرسی باشد، کرسی از عرش جدا است و این کرسی چگونه که در حدیث آمده است مکان برای قدم الله سبحانه و تعالی باشد. چون که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مفسر قرآن گفتند کرسی مکان دو قدمه، که هر دو قدم الله سبحانه و تعالی است و هیچ کس نمیتواند بزرگی عرش را تصور کند گفتند ابن عباس. و این روایت ابن عباس در چندین کتاب‌های حدیث با سندهای گوناگون آمده است. همچنین محمد ابن عثمان الشیبه در کتاب العرش، عبدالله ابن احمد در سنن و دارمی، ابن خزیمه، طبری، دارقطنی و حکیم و دیگر محدثان این را روایت کرده هستند. و رد بر اهل تعطیل و گفتم که گروه استوا را، استوای الله را به معنای استعلا، غلبه کردن، که پیش از آن گویا که عرش از الله نبود و غلبه کرده گرفت، اعوذ بالله، تعویل کردن. این فهمیش شیخ میفرماید با این دلیل ها رد کرده می شود، فهمیش نادرست. اولا از نگاه زبان عربی استوا هیچگاه به معنای استعلا ندارد، نمی آید و دلیل واضح وجود ندارد که استوا به معنای استعلا بیاید و این تفسیر و این تعبیر باطل است. گفتم که اگر ما استوا را به معنای استعلا، به معنای غلبه کردن بگیریم، پس معنا می‌دهد که عرش قبلا عرش الله زیر نظارت الله نبود، از کسی او را غلبه کرده سپس گرفت، اعوذ بالله. پس خلاصه استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش صفت حقیقی است که با ذات او سبحانه و تعالی موافق است و این را ما نه به معنای تشبیه نه به معنای تعویل قبول میکنیم، تشبیه تعویل نمیکنیم یعنی. و آن نشانه بزرگی الله و فرمانروایی مطلق و کامل او برای همه مخلوقات میباشد و این عرش و کرسی از بزرگترین مخلوقات الهی هستند که بیان شکوه و عظمت جلالت ذات الله سبحانه و تعالی را بیان میکند. و الله میفرماید که امنتم من فی السماء، آیا از آن که در آسمان است امین شدید؟ سوره ملک آیه 16. و رسول الله فرمودند که پروردگار ما، ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک، پروردگار ما الله است که در آسمان است، نامش پاک است. این حدیث رو ابی داود در سنن تحت رقم 3892 روایت کرده است که سلسله زنجیر روایت های این حدیث را شیخ محمد ناصرالدین البانی اقرار کردند و حافظ ابن حجر در کتاب التقریب برای او گفتند که منکری حدیث، کسی که این حدیث انکار می‌نماید، روایتش را انکار کرده می‌شود. و در حدیث جوریه، آن حدیث خدمتگزار دختر، همون دختر خدمتگزار آمده است که پیامبر الله بر او گفت الله این الله در کجاست؟ او گفت در آسمان. پیامبر الله گفت او را آزاد کن زیرا او مؤمنه است. روایت مسلم است از مالک. و قول مؤلف قال النبی صلی الله علیه و آله، این که پیامبر گفت لحسین کم اله تعبد؟ قال 7. پیامبر الله به حسین گفت چند تا خدا را پرستش میکنی؟ از او پرسید پیش از اسلامش، گفت 7 اله را عبادت میکنم، 6 فی الارض و 1 فی السماء، که 6 تا از این الهانی که من عبادت میکنم در زمین هستند، 1 تا اون در آسمان است. و رسول الله در این هنگام بر اون گفت، بر این حسین، من رغبتک و رهبتک. پیامبر الله از او پرسید از کدام از این الهایی که تو عبادت میکنی 7 تایی که هستند، 6 در زمین 1 تاش در آسمان، از زمین 7 تا از کدامش خواهش خود رو میخواهی؟ از کدامش طلب میکنی؟ از کدام از اینها میترسی؟ قال گفت الذی فی السماء، آن پروردگاری که در آسمان است من از او طلب میکنم، از او خواهش میکنم، از او میترسم. فقال گفت رسول الله فترک 6 واعبد الذی فی السماء. رسول الله در جواب بر او گفت آن 6 را ترک کن، سپس و تنها آن پروردگاری که در آسمان است او را پرستش کن. صلی الله علیه و سلم بر او چنین گفت و سپس بر او گفت که اعلمک، من بر تو 2 تا دعا را تعلیم میدهم، 2 دعا را بر تو تعلیم میدم، خوب گوش دهید. دعای مبارک را، این دعا را از خود نمایید. سپس حسین مسلمان شد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفت. پیامبر بر او تعلیم داد و بر او این دعا را تعلیم داد، اللهم الهمنی رشدی و قنی شر نفسی. یا الله، ای پروردگار، یا الله، هدایت درستی مرا به من الهام بخش و من را به سوی هدایت راهنمایی کن، یعنی و قنی، و من را از شر نفسم نگاه دار. پروردگار ما را برای راست هدایت نما و از شر نفس ما را نگاه بدار، چون این نفس است که انسان را همیشه به سوی هلاکت میکشاند. این حدیث رو ترمذی در جامع
از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت کردند. و قول مؤلف فيما نقل من علامات النبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه، میگه از کتاب‌های گذشته که نشانه‌های پیامبر صلی الله علیه و صحابگانش ذکر شده است نیز آمده است. چی آمده است؟ آنها در زمین سجده میکنند. از نشانه‌های رسول الله و صحابگان کرام، از نشانه‌های صحابگان کرام چی بود است؟ میفرماید که آنها در زمین سجده میکنند و اعتقاد دارند که الله آنها در آسمان است. صحابگان کرام از برای الله در زمین سجده مینمایند و اعتقاد دارند که الله در آسمان است. و میفرماید و روى ابو داود فی سننه عن نبی صلی الله علیه و سلم، همچنین ابو داود در سنن خود روایت کرده است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود انما بین السماء الی السماء مسیره کذا و کذا، گفت آنچه میان یک آسمان تا آسمان دیگر است مسیر تو کذا کذا، یک مسیره میگه یک راهی دراز است، یعنی بین هر آسمان یک راهی طولانی و دراز است. در دیگر روایت 500 ساله راه است، از یک آسمان تا دیگر آسمان 500 ساله راه است. حدیث دراز است، طولانی است. و فرمود و فوق ذلك العرش، و بالای همه این آسمان ها عرش الله قرار دارد. والله سبحانه فوق ذلك، و الله بالای این عرش است. خوب گوش دهید حدیث رو. همین حدیث ابی داود در سنن تحت رقم 4723 روایت کردند. اگرچه بعضی از علما به مثل ابن حجر گفته است حدیث ضعیف است و همچنین ترمذی گفتند که حدیث غریب است حدیث. و قول معرف و هذا و ما اشبهه مما اجمع سلف رحمهم الله تعالی، میگوید که پس این و مانند این حدیث که الله بر بالای عرش استوا دارد، چون حدیث رو خواندیم ما، و آنچه که سلف صالح رحمت الله علیهم بر آن اتفاق دارند این را نقل کردند، بر قبول این اتفاق دارند که الله بر آسمان بر بالای عرش قرار دارد و این را رد نکردند و تعویل هم نکردند و تشبیه مانند هم نساختند. پس صفت 14 ثابت بودن علوی الله، و در این بخش شیخ می‌فرماید که صفت علو از صفات‌های ثابت شده الله متعال بررسی می‌شود که در قرآن و سنت و عقیده سلف صالح اتفاق نظر دیده می‌شود. و در قرآن و هو علی العظیم، و او الله علی است، عالی است، بالا مرتبه و عظیم است در سوره بقره آیه 255. و در سنت بجز دلایل بالا و هنگامی که ما میخونیم در سجده چی میگوییم؟ سبحان ربی الاعلی. یک بار میفهمیم گوش میدیم که در سجده چی میگه؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان تو پاک و منزه هستی ای پروردگار، تو پروردگار عالی مرتبه هستی، در شأنت، در عزتت، در جایگاهت، در بزرگیت، در عظمتت بر بالای عرش ادعا بر این تو استوا کرده هستی. حدیث حذیفه است، امام مسلم این حدیث رو روایت کرده است. اما اجماع سلف صالح بر این اتفاق دارند، چون در بازی کردیم که صفت اعلی، بلندی و بزرگی برای الله سبحانه و تعالی ثابت است، بدون تحریف، تغییر دادن معنای آن، بدون تعطیل، انکار کردن صفات آن، بدون تکییف، فهمیدن چگونگی صفات آن و بدون تشبیه مانند کردن الله سبحانه و تعالی با مخلوقات. این باید پذیرفته شود. تو اینجا رو فهمو. سپس معناهای علو بالا بودن، عالی بودن و علوی الله سبحانه و تعالی بر دو قسم تقسیم می‌گردد. علوی الله بر دو قسم تقسیم می‌شود. علو در صفات‌هایش، الله سبحانه و تعالی در همه صفاتش عالی هست و برتر است و هیچ کمبودی، ناقصی در صفات الله به هیچ وجه دیده نمی‌شود. این قسمت اول، علو در صفات‌هایش. دوم، علو در ذاتش سبحانه و تعالی. الله متعال با ذات خود بر تمام مخلوقات برتر است، بالا مرتبه است. حدیث بالا را خوانیم، بر بالای عرش استوا دارد. دلیل اینها از قرآن چگونه که شیخ آوردن امینتم من فی السماء، آن کسی که بر آسمان است در امین هستید. و حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که ربنا الله الذی فی السماء تقدس اسمک، رب ما، پروردگار ما الله است که در آسمان است، پاک است نام او. این حدیث ابی داود روایت کرده است، گرچه که در سند آن چی است ضعف دیده می شود. بخاری گفتن که این حدیثی منکر است. اما رد به تعویلگران اهل تعطیل، رد به تعویلگران، بعضیها معنای عالی را، اعلا بودن را به معنای حکمرانی و سلطنت در آسمان قرار میدهند، یکی تعویل میکنن این را. پس رد بر آنها یکم تقسیمات سلطنت الله، سلطانی الله. پس سلطنت الله سبحانه و تعالی نه تنها در آسمان است، همین گونه نیست. سلطانی الله سبحانه و تعالی نه تنها در آسمان است بلکه در زمین هم هست، همین گونه نیست. رهبریت الله سبحانه و تعالی، پس محدود کردن آن در اینجا خطا است. تنها بر آسمان بگوییم. بعضی از مردم علو را به معنای سلطنت و سلطانی میگیرند که سلطانی الله نه تنها در آسمان است بلکه در زمین هم هست. اینکه عالی بودن و بالاتر بودن
از صفاتهای کمال الله سبحانه و تعالی است و لایق به جلالت و عظمت اوست. و دلیل فطری رو اگر ما بگیریم، همه مردم فطرتاً اعتراف میکنن که الله بر آسمان است. هر کس رو بپرسی همین نیست، مگر اینکه اگر عقیدهش فاسد شده باشد، اینکه اهل تعطیل رو گوش کرده باشد، اهل باطل رو عقیدهش رو فاسد کرده باشد، که انسان سلیم و سالم اگر از او بپرسی میگه الله در کجاست، میگه در آسمان است. هنگام دعا تو دست رو به کجا میبرداری؟ حتی همین اهل تعطیلی که این کار میکنن، این رو دست رو هنگام دعا به آسمان میبردارن. الله رو در همه جا میگن و هنگام دعا دست رو به آسمان میبردارن. تعجب جای تعجب آورش هست. این دلیل فطری است. پس الله بالا مرتبه است، بالا مقام است. پس معنای توضیحی که الله بر آسمان است در اینجا بعضی از مردم در بعضی از آیه‌های قرآن فی آمدگی است. فی به معنای داخلی است، درونی است. فی سما که در آسمان، یعنی در لغت عرب کلمه ها حرفا دارای معنا هستند. برای همین علماها این حرفایی که دارای معنا هستند عوامل میگویند، عامل‌هایی که اجرا کننده هستند دارای معنا هستند. در کتاب‌های خاص اینها را برآورده است که کلمه دارای معنا دارد. یک کلمه دارای چندین معناها دارد. برای همین فی در اینجا در این کلمه که فی سما در آسمان به معنی اعلی بر آسمان می آید. هنگام گفتن الله بر آسمان با کار بوده می شود، فی به معنی اعلی بالا بودن استفاده می شود. و این معنا می آید. و آسمان باشد فی سما در آسمان، آسمان به معنی بلندی می آید. در بلندی به معنی بلندی و اعلی این معنا رو می دهد. نه این آسمانی که ساخته شده مخلوق الله، مخلوقی که محدود است، نه این. پس خلاصه عالی بودن، بلندی و بزرگی از صفت الله متعال است که به ذات و جلالت او لایق است. بدون تحریف و تعطیل و تکییف و تشبیه باید پذیرفته شود. پس معنا در واقع این است که الله سبحانه و تعالی با ذات خود بالاتر از همه مخلوقات قرار دارد و بزرگی و عظمت و جلالت او هیچگاه محدود نمی شود. و قول مؤلف که در اینجا می‌فرماید سئل امام مالک ابن انس رحمه الله، از امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی پرسیده شد، قیل یا ابا عبدالله، گفتن ای ابا عبدالله، کسی پرسید، الرحمن علی العرش استوى، رحمان بر عرش استوا کرده است، چگونه استوا کرده است؟ از امام مالک پرسیدند. خوش به حال آن قوم و مردمی که از سلف صالح علم را میگیرند. از امام مالک پرسیده شد که چگونه استوا کرده است؟ امام مالک زود جواب داد و گفت استوا غیر مجهول است و کیفیت آن غیر معلوم است و ایمان بر آن واجب یعنی فرض است و سوال کردن درباره آن بدعت است. و سپس امام مالک فرمود که این مرد را از مسجد بیرون می‌سازند. این اثر صحیح از امام مالک با سرچشمه‌های مختلف با سندهای گوناگون نقل شده است. و مثل که ابن قدامه در کتاب علو این حادثه را ذکر کرده هستند در صفحه 104 و ذهبی همچنین در کتاب علو صفحه 140 ذکر کرده هستند. ابو نعیم در حیلة الاولیاء، ابو سعید دارمی لالکایی در شرح اصول السنه، ابو عثمان الصابونی در عقیده سلف و بیهقی در اسماء و صفات و امام مالک ابن انس در صفت استوا نقل کرده هستند. پس جواب امام مالک گفت استوا غیر مجهول، الاستواء غیر مجهول، یعنی معنای استوا معلوم است. بالا رفتن، بالا شدن. در لغت عربی استوا به معنای بالا رفتن رو، استوار شدن رو، برتری داشتن رو دارد. در اینجا به معنای بلندی و استقرار رو در بر میگیرد. این بر الله سبحانه و تعالی مناسب است. و امام مالک گفتن و کیف غیر معقول و کیفیت غیر معقول است، یعنی چگونگی استوا برای عقل انسانی نافهم است. چون الله استوای خود را اثبات کرده در بالا ذکر کردیم دلایل ها از قرآن و سنت از قول سلف، اما معنای آن را الله برای ما چیز ذکر یادآوری نکرده، زیرا الله متعال از مخلوقات و قیاس های آنها بالاتر است و صفات او سبحانه و تعالی با عقل انسان درک کرده نمی شود. برای همین چی گفت امام مالک والایمان به واجب، ایمان آوردن بر این صفت استوای الله بر عرش واجب است. برای هر مسلمان ضرور است که بر استوا چنان که بر قرآن سنت ثابت شده است ایمان داشته باشد. و در آخر چی فرمود؟ و سوال عنه بدعه، سوال کردن در مورد این بدعت است. یعنی پرسیدن چگونگی استوا، پرسیدن چگونگی استوا، چگونه استوا کرده است میگن مردم. این عمل غیر لازمی است، زیرا نه رسول الله این را گفتند نه صحابگان از رسول الله این را پرسیدند. پس چیزی که در زمان آنها دین نبود امروز برای ما دین شده نمیتواند. ابن مسعود چی گفت؟ قیف حیث وقف القوم، در درس گذشته گفتیم ما بیست، توقف کن در آنجا که قوم این صحابگان کرام توقف کردند. اگر لازم بود صحابگان کرام این را میپرسیدند. پس امام مالک تاکید کرد که صفاتهای الله چنان که در قرآن و سنت آمده است بدون تحریف، بدون تغییر، بدون تعطیل، بدون انکار، بدون تکییف چگونگی
غیر لازمی و بدون تشبیه مانندی با مخلوقات باید قبول کرد اون صفات را بدون این چیزها. پس بیان تعظیم با صفات الله سبحانه و تعالی. سوال درباره چگونگی استوا معنای کوشش محدود کردن الله را دارد. اگر چخور در نمایی سوال کردن در این که الله چگونه استوا کرده است، میفرماید شیخ که سوال کردن درباره چگونگی استوا معنای کوشش محدود کردن الله را دارد که با بزرگی و جلال و عظمت او مخالفت می‌نماید. امام مالک فرمود که سوال دهنده را از مسجد خارج کنید، یا که از اهل بدعت را از مسجد خارج کنید. به خاطر چیز؟ برای حفظ عقیده و پیشگیری از پهن شدن این شک و گمانه‌های بد و تعویل‌های نادرست. برای همین این نقطه ما را هشدار می‌دهد که از اهل بدعت صاف ما علم نگیریم، هیچ علم را نگیریم. پس امام مالک کی است؟ امام مالک ابن انس از بزرگترین علمای اسلام است که مذهب معروف مالکیت به او نسبت داده می شود که سال 93 از هجری در مدینه منوره تولد شده است و سال 179 هجری وفات کرده است. و امام مالک در زمان تابعین و تبع تابعین زندگی میکرد و تعلیمات او، علم دانش او به عقیده اهل سنت و الجماعت اساسگار شده است. پس این جواب امام مالک رحمه الله تعالی اصول مهم را در فهم صفات الله متعال بر ما تأکید میکند. این صفات الله را سبحانه و تعالی را که بدون تعویل و شرح و بیان توضیحی که با بزرگی او سبحانه و تعالی مخالفت می نماید باید از این دور شد. برای شیخ میگوید که صفات الله را بدون تعویل و شرحی که با بزرگی او مخالف است قبول نمیکنی. اگر بزرگی او را مخالفت نمود از اون چیکار میکنی؟ دور میشی، قبول نمیکنی. پس سوال کردن در بیان چگونگی صفات الله سبحانه و تعالی این لازم نیست. اگر لازم بود صحابگان کرام حتما این رو میپرسیدن و برام میرسید. پس ایمان با این صفات الله سبحانه و تعالی برادران و خواهران باید صادقانه باشد، بدون شک و شبهه باشد. چگونه که در قرآن و سنت آمدگی است ثابت باشد. تو قرآن رو خواندی الرحمن علی العرش استوى، الله بر عرش استوا دارد، استوا کرده است. دیگر اگر هر نفری که اومد که تو را خود از این راه بزند تو دیگر سخن وی را باید نپذیری. کلام الله داده است و صحیح ترین رازگوترین سخنها سخن رسول الله داده است. تو میستی سخن وی را گوش میدهی؟ این الکی مخالف فطرت سلیم انسان است که تو کلام الله داری، کلام رسول الله با تو است و علاوه بر این یک قسمیت تو را راه میزند. پس این قول امام مالک همچنین بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت را برای ما بیان می‌نماید. ایمان با صفات الله سبحانه و بلندی او سبحانه و تعالی یک رکن مهم عقیده اهل سنت است. پس امامان اسلام معنای این حدیث را با اتفاق قبول کردند، با دلایل قرآن و سنت تصدیق کردند و اثبات نمودند و بر ما این را تاکید کردند. پس مهم است که ما از هر گونه بدعت و نوآوری در این چیز باید دوری بجوییم و قول صحیحی که اهل سنت و جماعت است باید با آن باشیم. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از اهل حق و خیر قرار بدهد. خیر، در اینجا توقف میکنیم از این درس مبارک. اگر درس دیگر ما زنده و سلامت باشیم درباره دیگر از صفات الله سبحانه و تعالی، صفات کلام او، صفات سخنگویی او سبحانه و تعالی، از این کتاب مبارک از لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد شرح شیخ ابن عثیمین با همراهی شمایان ان شاء الله که صحبت خواهیم کرد و سخنرانی خواهیم کرد. این رو با سمع شمایان تفسیر و ترجمه خواهیم کرد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.